رحیم. سلام و درود احترامات خود تقدیم شما عزیزای بیننده میکنم. امیدوار هستم در گوشه و کنار دنیا که باشین جور صحتمند و سرحال باشین. از چینل یوتیوب ستاره افغانستان ما رو بیننده هستین. چینل یوتیوب ستاره افغانستان رو لایک کنین، کامنت کنین، سابسکرایب کنین، نظرات مثبتتان رو بنویسین. دیگه ما اومدیم امروز در تکه فروشی های مشهور اسلام آباد که تکه فروشی برای آقایان هم میباشه و مردانه هم برای خانم ها میباشه، زنانه هستن. میریم داخل تکه فروشی ها رو میبینیم. دیگه ما رو همراهی داشته باشین تا آخر گزارش ما رو دیگه بیننده برنامه ما باشین. دیگه ما داخل یکی از تکه فروشی ها میریم. اینجا هم کس پنجابی هست. پنجابی های رنگ های مختلف می باشه، سرخ می باشه، سرمایی می باشه، سرمایی و سیاه ترکیب شده، رنگ هایشان یک رنگ شده. دیگه رنگ سرخ هست، رنگ تکه هست. دیگه داخل خود دکان میریم، در بیرون نشستیم فعلا موقعیت داریم، ولی اینا داخل دکانش نمینی پنجابی سبز زیاد مقبول هم است، ظریف هم است. دیگه ای هم مو از کارت خود پنجابی است. دیگه اگه شما علاقمند هستین که رنگ سبز خریداری کنین میتونین از اینجا. اینی پنجابی گلابی است که بسیار هم رنگ متفاوت و شیپ و مقبول داره. از 4000 شروع شده تا 5000 3000. دیگه پنجابی ها عموما قیمت است. امیتکیش هم خودشون اگه خانم ها علاقمند هستن و دو برنامه دیگه ما رفته بودیم که امی چی را معرفی کنیم، پنجابی را معرفی کنیم که سرپتونی. حالا اومدیم که تکه پنجابی را معرفی کنیم. یگان تاس است میخواد تکه پنجابی بگیره باز در خیاط بتخواد. اینجا خیاط هم داره باز خودشون. دیگه اینجا کس نه پنجابی سیاه رنگ پنجابی میباشه. دیگه پیش میریم در اینجا تکای مردانه است که رنگ های سبز و سیاه خود زیادتر در مراسم های خاص استفاده میشه. باز دیگه مراسم ها مردم میپوشه. دیگه رنگ های سفید است، سبز است، هر رنگ میباشه. تکای مردانه است، تکای زنانه است. اینجا هم کلش تکه است، تکای سرخ و سیاه است که زیادتر دختر خانم ها رنگ های گلابی و سرخ جگری را میپوشه. دیگه همین نارنجی و اینیا رنگ های متفاوت خاص است. باز دیگه اینجا یک پنجابی سفید است، بسیار مقبول و لوکس دیزاینی است. شما در تصویر بیننده هستین. اینجا هم کاست تکای همه تو ساده بگم بخی هم ساده است که کتگل چیزا نیست. اگه کسی میگیره مثلا سبز میگیره تکه سبز ساده، نه گل داره نه دیگه داره. بازال یک مود دیگه که نو برآمده که مردم پنجابی را دیگه رنگ جور میکنه، تنبانش دیگه رنگ. باز اینجا کاست پنجابیش سیتکی هم است. باز پنجابیش تو دیگه مترکی هم فروخته میشه. باز اینیا کاست متر بفروخته میشه. باش کاست سیتکی هست، یعنی تکش کسیدش فروخته میشه. یاش کاست هر چند متر 2 متر بگیره، 3 متر بگیره، 4 متر میتونن از اینجا خریداری کنن. 5 متر همه تو دیگه هست. اینجا تکه های تنبان است فکر کنم، بالاش هم تکه پنجابی است. اینیا کاست تکه ساتن است. دیگه رنگ تکا می باشه. دیگه گفتیم امروز یک برنامه متفاوت و خاص و جالب داشته باشیم که شما اگر میخواین از این دکان ها میتونین تکه های مقبول خریداری کنین برای خود، برای هر کسی که دلتان میخواد. از اینجا میتونین تکای مقبول خریداری کنین. اونجا هم دیگه تکه مردانه است. اونو تکای سبز است که زیاد امی زنها استفاده میکنن. اون تکای سبز نه سفید ببخشید دیگه، اون تکای سفید است. شما در تصویر بیننده هستین. زیادتر اینی تکایش مقبول است. تکای اون بالا است رنگ سیاه و سفید که یک جای است و تکه زیاد هم مقبول است، هم ظریف است. میتونن مردم مترکی خریداری کنن. شما از بیننده دیگه برنامه ما رو دنبال کنن تا آخر. از دکان فعلا میبریم میریم در داخل دیگه دکان میریم. دیگه شما ما رو همراهی داشته باشین. تشکر. تانک یو. در داخل دکان آمدیم فعلا. دیگه اینجا از داخل دکان بر آمدیم در بیرون دکان آمدیم ببخشین. دیگه گفتیم امروز تکه فروشی رو به معرفی بگیریم. عزیزای بیننده ما اومده بودیم که امروز تکه فروشی های مشهور اسلام آباد بر شما به معرفی بگیریم که زیاد تکه های مقبول و دیزاینی می باشه. رنگ های سفید و سرخ و هر رنگ تکه می باشه. میتونن از اینجا خانم ها هم بگیره، آقایان هم بگیره با قیمت های مناسب. از تکه های پنجابی کاست 3000 کلدار است تا 5000 فروخته میشه. تکه های مردانه کاست باز برای آقایان از امی تکایش مترکی می باشه که متر 500 قدر می باشه. باز همی ارزان هم است، مناسب هم است. دیگه به پیسه خود کلدار باز ارزان می باشه. تا برنامه دیگه که باز مشکل رضایی در خدمت شما زن قرار میگردم. چینل یوتیوب ستاره افغانستان لایک کنین، کامنت کنین، سابسکرایب کنین، نظریات مثبتتان بنویسین. خداحافظ، الله نگهدار.